به نام خدا و با سلام. بخش چهارم از بحث اثبات حجیت تورات از نگاه قرآن رو شروع میکنیم در کانال معرفت بینامتنی تورات، انجیل، قرآن. خیلی خوش آمدید به این کانال و از اینکه این بحث رو دنبال میکنید بسیار خوشبختم و خوشحالم. در این قسمت قصد دارم که جایگاه تورات و انجیل با قرآن رو مقایسه بکنم از نگاه خود قرآن، یعنی ببینیم خود قرآن چه تطابق هایی و مشابهت هایی و مقایسه هایی داره از جهت جایگاه تورات و انجیل با قرآن. به صورت خلاصه تو قسمت قبل گفتیم که هیچ آیه قرآن صراحتاً تورات رو تحریف شده ندونسته، گفتیم که قرآن مصدق توراته، گفتیم که تورات الهی همون کتابیه که در دست یهودی هاست از دید قرآن، و گفتیم که تورات و انجیل در اختیار مؤمنین و پیروان واقعی محمد ابن عبدالله صلوات الله و سلامه علیه هستش، و گفتیم که مسلمانان باید به همین تورات موجود ایمان بیارند و گفتیم که اهل کتاب باید کتب خود رو با دقت بخونن و به بهترین اون عمل کنن، و گفتیم که قرآن علاوه بر این که مصدق تورات و انجیل هستش حاکم بر تورات و انجیل هم هستش. اگر به این بحث ها علاقه‌مندید حتما قسمت های قبلی بحث رو ببینید. حالا در این قسمت میخوایم جایگاه تورات و انجیل رو با قرآن از نگاه خود قرآن مقایسه بکنیم انشالله. اولین نکته این هستش که قرآن خب در آیات متعددی البته در واقع خودش رو بیینه دونسته. اجازه بدید این آیه رو بررسی بکنیم. مثلا در آیه 157 سوره مبارکه انعام قرآن خودش رو بیینه دونسته. او تقولوا لو انا انزل علینا الکتاب لکنا اهدی منهم فقط جاءکم بینة من ربکم و هدی و رحمة فمن. حالا دیگه ادامه آیه، یا نگویید اگر کتاب آسمانی بر ما نازل میشد از آنها هدایت یافته تر بودیم، اینک آیات و دلایل روشن از جانب پروردگارتان برای شما آمد و الی آخر. پس در این آیه قرآن خودش رو بیینه و البته خب هدا و رحمت دونسته، که خب فکر میکنم خب در حال مناقشه‌ای در این زمینه باشه، ولی میخوام این حالا ببینیم تورات و انجیل رو قرآن چی دونسته. خب در آیه 133 سوره 20 قرآن کتب گذشته رو حاوی بیینه دونسته. مراجعه کنیم به آیه ببینیم. بله، میفرماید که وقالوا لولا یأتینا بآیة من ربه اولم تأتهم بینة ما فی الصحف الاولی. اگر دقت هم کنید کانتکست یه مقداری مشابه هست با همون آیه. و گفتن چرا از جانب پروردگارش معجزه‌ای برای ما نمی آورد؟ آیا دلیل روشن آنچه در صحیفه های پیشین است برای آنان نیامده است؟ خب همونطور که یعنی از این مقایسه این دو آیه متوجه میشیم همونطور که قرآن خودش رو بیینه دونسته، صحف اولا، صحف گذشته، کتاب‌های گذشته رو هم بیینه دونسته. نکته بعدی این هستش که قرآن تبیانا لکل شیء هست و تفصیل کل شیء هست. کتاب موسی هم تفصیلا لکل شیء هست. آیاتشو دونه دونه بررسی میکنیم. آیه 89 سوره نحل هست و نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء و هدی و رحمة و بشری للمسلمین. خب پس یعنی کتابی که بر پیامبر اسلام نازل شده قرآن هست و قرآن تبیانا لکل شیء هستش. حالا من به قسمت‌های دیگه هدا و رحمت و بشرا الان اینجا تأکید ندارم، ولی قرآن تبیانا لکل شیء هستش. در آیه پایانی سوره مبارکه یوسف هم
میفرماید که ما کان حدیثا یفترا ولکن تصدیق الذی بین یدیه و تفصیل کل شیء و هدی و رحمتا لقوم یؤمنون. این کتاب حالا عبرت هست برای اولوالالباب، اینها حالا کاری به قسمت اولش ندارم، ولی سخنی نیست که به دروغ ساخته شده باشد، بلکه تصدیق آنچه از کتاب هاست که پیش از آن بوده و روشنگر هر چیز است. تفصیل کل شیء هست قرآن. حالا بریم ببینیم در مورد تورات و انجیل چی گفته، یا در مورد کتاب موسی. خب کتاب موسی رو تفصیلا لکل شیء فرموده در 3 مورد، در 654، 745 و 1712. دقت کنید 3 مورد قرآن کتاب موسی رو تفصیلا لکل شیء دونسته. خب در آیه 154 انعام میفرماید که ثم آتینا موسی الکتاب تماما علی الذی احسن و تفصیلا لکل شیء و هدی و رحمتا لعلهم بلقاء ربهم یؤمنون. پس کتاب موسی، حالا این قسمت دیگهش الان کاری ندارم که تمام هست، ولی تفصیلا لکل شیء هست و هدی و رحمت هست. این مشابهت ها رو ببینید چقدر قرآن با دقت که تورات و انجیل رو در کنار مقام خودش قرار میده و همونطور که خودش رو قرآن تبیانا لکل شیء و تفصیل کل شیء دونسته، کتاب موسی رو هم تفصیلا لکل شیء دونسته. آیه دیگر هم بریم نگاه بکنیم. آیه 145 سوره مبارکه 7 میفرماید که و کتبنا له فی الالواح من کل شیء موعظة و تفصیلا لکل شیء. حالا ادامه آیه رو کاری ندارم. فخذها بقوة و امر قومک یأخذوا باحسنها. قبلا هم به این آیه اشاره کردم، ولی قسمت مهمش که الان بهش تأکید دارم اینه که کتاب موسی تفصیلا لکل شیء هست. آیه دیگه آیه 12 سوره 17. مثل که این آیه رو اشتباه اینجا نوشتم. به هر حال قرآن تبیانا لکل شیء و تفصیل کل شیء و کتاب موسی تفصیلا لکل شیء هستش. این بر اساس این آیات، این آیه 17 12 رو ظاهرا اینجا اشتباه نوشتم. ممنون. میریم آیتم بعدی. قرآن در کنار کتاب موسی هدایت یافته ترین کتب هست و هر یک مؤید دیگری هست. آیه 49 سوره 28 این معنا رو ازش میشه فهمید. خب در سوره قصص آیه 28 میفرماید که فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا اوتی مثل ما اوتی موسی. چون حق از جانب ما بر ایشان آمد گفتند چرا نظیر آنچه به موسی داده شد به او داده نشده است. بعد قرآن خودش جواب میده اولم یکفروا بما اوتی موسی من قبل. آیا به آنچه قبلا به موسی داده شد کفر نورزیدند؟ قالوا سحران تظاهرا و قالوا انا بکل کافرون. گفتند 2 ساحر با هم ساختن، دو سحر پشت به پشت هم کردن. تظاهرا قالوا انا بکل کافرون. گفتن ما همه را منکریم. آیه بعدی به خصوص مورد توجه من هست که میفرماید قل فأتوا بکتاب من عند الله هو اهدی منهما اتبعه ان کنتم صادقون. بگو پس اگر راست میگویید کتابی از جانب خدا بیاورید که از این 2 هدایت کننده تر باشد تا پیرویش کنم. یعنی قرآن در کنار تورات از دید خود قرآن هدایت یافته ترین کتبه. بعد میگه که برید یه کتاب دیگه بیارید شبیه اینا باشه من برم ازش پیروی بکنم. پس این مشخص میشه که از نگاه قرآن کتاب موسی در کنار قرآن هدایت یافته ترین کتب هستش. اما قرآن
علاوه بر اینکه هدایت یافته ترین کتب هست، حالا تبیانا لکل شیء هست، تفصیل کل شیء هست، بیینه هست و در کنار تورات و انجیل که حاوی بیینه هستند، تفصیل کل شیء هستند و هر یک مؤید قرآن هستند و اینها، امام هم هست و کتاب موسی هم امام هست. مراجعه میکنیم آیه 17 سوره 11. خب اینجا میفرماید که افمن کان علی بینة من ربه و یتلوه شاهد منه و من قبله کتاب موسی اماما و رحمتا. ترجمه های فولادوند: آیا کسی که از جانب پروردگارش بر حجتی روشن است و شاهدی از او پیرو آن است و پیش از وی نیز کتاب موسی راهبر و مایه رحمت بوده است، در واقع دروغ میگوید. اینجا کتاب موسی رو امام و رحمت دونسته قرآن و صراحت کامل داره دیگه، هیچ جای شک و شبهه‌ای در واقع باقی نمیگذاره. و آیه بعدی 46-12 هستش که در این آیه هم، در آیه 12 سوره مبارکه احقاف میفرماید و من قبلهی کتاب موسی اماما و رحمتا، و حالا که پیش از آن کتاب موسی راهبر و مایه رحمتی بود. پس کتاب موسی در این دو آیه امام و رحمت دونسته شده. اما قرآن خودش نوره، تورات و انجیل هم حاوی نور هستند و کتاب موسی نور هست. قرآن خودش نوره 474 هستش. در آیه 174 سوره نساء میفرماید یا ایها الناس قد جاءکم برهان من ربکم و انزلنا الیکم نورا مبینا. خب اینجا در واقع قرآن نور مبین هست، حالا به ترجمه آقای فولادوند نوری تابناک هست. این در مورد قرآن. تورات و انجیل حاوی نور هستند، 5:46 و 5:44. و قفینا علی آثارهم بعیسی ابن مریم مصدقا لما بین یدیه من التورات و آتیناه الانجیل فیه هدی و نور. خب پس یعنی در انجیل هدایت است و نور. اگر دقت کنید گفت قرآن نور مبینه، انجیل درش نوره، درش هدایته. و همین سوره آیه 44 هم همینطور، انا انزلنا التورات فیها هدی و نور. ما تورات رو نازل کردیم، درش رهنمود و روشنایی هست. پس قرآن نور مبینه، تورات و انجیل فیها نور، درش نوره. یک جایگاهی در واقع پایین تر داره ولی همچنان هم هدایت درش هست، هم نور درش هست. این آیات این رو اشاره کردم دیگه. قرآن هدایت، تورات و انجیل هم حاوی هدایت هست. البته یه آیه از قسمت قبلی فراموش کردم، کتاب موسی نوره، یعنی قرآن نوره، تورات و انجیل حاوی نور هستند، کتاب موسی خودش نوره. این آیه 6:91 هم ببینیم با هم. این همون آیه‌ای هستش که میفرماید قل من انزل الکتاب الذی جاء به موسی نورا و هدی للناس. بگو چه کسی آن کتابی را که موسی آورده است نازل کرده، همان کتابی که برای مردم روشنایی و راهنمود است. پس قرآن نور مبینه، تورات و انجیل حاوی نور هستند و کتاب موسی هم نوره. این جایگاه ها رو توجه داشته باشید چقدر زیبا به صورت سلسله مراتبی قرآن نور مبینه، کتاب موسی نوره و تورات و انجیل حاوی نور هستند. تقریبا همین جایگاه در مورد بحث هدایت هم هست. قرآن هدایت، تورات و انجیل حاوی هدایت هستند،
آیاتشو همین الان گفتم، هم آیه 544 و 546 هستش. کتاب موسی هدایته، همین آیه‌ای که الان بهش اشاره کردم. اما نکته بعدی این هستش که قرآن تمامه و کتاب موسی هم تمامه. آیه مبارکه 115 سوره ششم. و حالا یه تعبیری هست دیگه، و تمت کلمت ربک صدقا و عدلا لا مبدل لکلماته و هو السمیع العلیم. حالا اگر اینجا منظور از اون کلمه پروردگار که تمام شده است قرآن باشه، اون در واقع کلمه تام و تمامی هستش. و در مورد تورات هم که آیه‌ای بود که خدمتتون عرض کردم، آیه 154 سوره ششم که کتاب موسی رو تمام دونسته، تماما علی الذی احسن، اگه خاطرتون باشه. باز در حین صحبت این آیات رو در واقع دیدیم دیگه که قرآن رحمت. این آیات رو دیگه تکرار نمی کنم. 1689 31 3 44 6 بارها. خب در این که قرآن رحمت و اینها قاعدتا زیاد بحث نداریم، اما کتاب موسی هم رحمته. در 654 هستش، هم میگه تماما علی الذی احسن، اونجا رحمت رو هم میگه. اما این آیاتی که احتمالاً ممکنه مراجعه نکرده باشیم 11 17 هم الان دیدیم. 28 43 رو فکر کنم ندیدیم، بذارید این آیه رو هم ببینیم. 28 43 میفرماید ولقد آتینا موسی الکتاب من بعد ما اهلکنا القرون الاولی بصائر للناس و هدی و رحمتا لعلهم یتذکرون. خب اینجا کتاب موسی بصائر هست و هدا هست و رحمت هست. پس هم خود قرآن رحمت هست، هم کتاب موسی رحمت هست. خیلی دقت کنید، در 4 آیه قرآن کتاب موسی رحمت دونسته شده. مورد دیگه بحث بصائر هست که الان به آیش اشاره کردیم. قرآن هم خودش رو بصائر دونسته برای همه مردم و هم کتاب موسی رو بصائر دونسته برای همه مردم. این اصلا یه چیز عجیبیه که من در واقع بهش متوجه موضوع شدم. هیچ موردی رو شما در واقع کتب پیشین نمیبینید که خدا گفته باشه این کتاب برای همه مردم هستش، چون قرآن هست که برای همه مردم هست. کتب گذشته، انبیاء گذشته فقط به یه قوم خاصی مبعوث شده بودن. حضرت موسی بر بنی اسرائیل مبعوث شده بود، نمیدونم حضرت عیسی بر بنی اسرائیل مبعوث شده بودن. اینها بر اقوام محدودی مبعوث شده بودن. تنها محمد ابن عبدالله هست و رسول الله هست که به همه مردم مبعوث شده. اما قرآن در کنار کتاب موسی بصائر هستن برای همه مردم. این خیلی چیز جالب و عجیبی هستش. این آیاتشو بررسی کنیم. بعد در مورد قرآن 7:203 هست و 45:20. در آیه 203 سوره مبارکه اعراف میفرماید هذا بصائر من ربکم و هدی و رحمتا لقوم یؤمنون. این بصائر هست، حالا ترجمه آقای فولادمن، این راهنمودی است از جانب پروردگار شما. و قرآن خودش رو در واقع بصائر دونسته. حالا قاعدتا که در این زمینه مناقشه و بحثی نیستش که در اینکه قرآن بصائر هست. آیه بعد 45:20 سوره جاثیه آیه 20 هذا بصائر للناس و هدی و رحمتا لقوم یوقنون. خب قرآن بصائر هست. اینجا ترجمه کرده آقای فولادوند بینش بخش، ولی خب به هر حال واژه اصلی همون بصائر هست دیگه. در مورد کتاب موسی هم همون 28:43 هست که با هم دیگه دیدیم پیشتر دیگه، که دیگه برای این که دیگه سریع عبور کنیم دیگه تکرارش نمی‌کنم. پس قرآن بصائر هست برای همه مردم، کتاب موسی هم بصائر هست برای همه مردم. خب پس اگر بخوام به صورت مختصر و مفید این بحثم رو جمع بکنم، جایگاه تورات و انجیل و مقایسش با خود قرآن رو اگر بر اساس متن خود قرآن بخوایم بررسی بکنیم،
قرآن بیانه است، کتب گذشته حاوی بیانه هستند. قرآن تبیانا لکل شیء و تفصیل کل شیء، کتاب موسی هم تفصیلا لکل شیء. قرآن در کنار کتاب موسی هدایت یافته ترین کتب هست و هر یک مؤید دیگری هستند. قرآن امام است، کتاب موسی هم امام است. قرآن نور است، تورات و انجیل هم حاوی نور هستند. کتاب موسی نور هست. البته اینجا باز دقت کنیم، قرآن نور منیره، تورات و انجیل حاوی نوره، کتاب موسی نوره. قرآن هدایت، تورات و انجیل حاوی هدایت هستند، کتاب موسی هدایته. قرآن تمامه، کتاب موسی هم تمامه. قرآن رحمته، کتاب موسی هم رحمته. قرآن بصائر برای همه مردم هست و کتاب موسی هم بصائر برای همه مردم هست. می‌بینیم که چقدر جایگاه دقیق و زیبا و برجسته‌ای رو قرآن برای تورات و انجیل در نظر گرفته و با دقت و با ظرافت این مطالب بیان شده و این همه دقت درش هست. خب ممنونم. این بحث من بحث مقایسه جایگاه تورات و انجیل با قرآن و بحث اصلیم که اثبات حجیت تورات و در واقع انجیل از نگاه قرآن هست اینجا جمع میشه. انشالله از هفته آینده بحث های دیگری رو در این چارچوبی که عرض کردم، یعنی من با این چارچوبی که تو این 4 جلسه بحث کردم، انشالله حالا وارد بحث های اصلی میشم که حالا مقایسه توحید در تورات و انجیل، در واقع مرگ، قیامت در تورات و انجیل، بحث های تطبیقی راجع به آخر الزمان، راجع به بهشت، جهنم، اینها در تورات و انجیل. حالا دونه دونه وارد اینها خواهیم شد و بحث خواهیم کرد انشاءالله. بحث سهم یهود از نیل تا فرات بر اساس متن خود تورات و انجیل، اینا رو انشاءالله دونه دونه انشاءالله عمری باشه وارد خواهم شد و بحث خواهم کرد به امید خدا. فعلا خداحافظی میکنم. حتما لطف کنید کانال رو اگر علاقه‌مند هستید عضو بشید، در کانال تلگرام من که باز لینک ها رو دادم حضور داشته باشید. لینک همین پاورپوینت هم در زیر این یوتیوب قرار میدم. اگر علاقه‌مند بودید لینکش رو ببینید، آیات رو بتونید دقیق ببینید و مراجعه بکنید و بررسی بکنید و در ارتباط باشید انشالله که در برافراشتن پرچم لا اله الا الله همراه و هم یاریگر هم باشیم انشالله به امید خدا. ممنون، موفق باشید.